شما هم در این ماه روزه داشتین، شما هم در این ماه تراویح خواندین، شما هم در این ماه نماز خواندین. بیاین به این کتاب خدا متوجه باشیم. بیاین که من از این کتاب خدا به شما حرفی میگویم گوش بکنیم. این اخیرین صحبتی است که در دار دنیا با شما امت ارمغان میگذارم. اخیرین صحبتی است که به شما امت ارمغان میگذارم. وقتی که من یک عالم جوان این امت که خون خود را به کف دست گرفته، امروز بر دست خود را به یخن یهود و نصرانیان و حربکی وطن فروش افغان میگذارم، آیا چی می شود که شما یک سال در این گرمای سوزان قرار بگیرید؟ مشکل خود ایجاد نمی کند انشاءالله. پس اگر اردوی پولوس افغانی مسلمانی، بیا از قرآن بشنو که قرآن به تو چی پیام دارد. من از تو سوال میکنم افغان ها، روزداران، بندگان خدا، قماندان صاحب امنیه و ولسوال و وکیل صاحب، تو هم مسلمانی، تو هم افغانی، تو هم مجاهده، تو هم روزداره، تو هم تراویح خوانده. من از تو سوال میکنم که همین یهود و همین نصرانیانی که امروز در افغانستان آمده، به اشغال آمده، به موالات آمده، به کدام دلیل آمده؟ اگر به اشغال داخل شده، اگر به اشغال داخل شده، پس چرا شما افغان ها امروز در سکوتین، در خواب غفلتین؟ اگر بالموالات آمده، اگر به دوستی و برادری و اخوت آمده، اگر به خاطر صلح و امنیت و آرامی آمده، که شما وکیل و وزیر صاحب، شما افغان ها که در سطح اونها قرار دارین، در پهلوی اونها بالموالات قرار دارین، شما سوال میکنم که به این فتوای قرآن قبول دارید یا خیر؟ فتوای همین قرآن را قبول دارین یعنی؟ صدا بزنید. جناب قماندان صاحب امنیه و ولسوال صاحب، فتوای این قرآن را قبول دارید؟ فتوای آیسای پاکستان که دشمنی دیرینه افغان هاست نیست، فتوای شبکه استخباراتی ایران دشمنی دیرینه افغان هاست نیست، فتوای عرب های امارات نیست، فتوای قرآن کتاب 400 ساله که از عرش معلا به خاطر هدایت موت امت آمده قبول دارید انشاءالله. پس بیایید به آیات متوجه شوید. برادران پولوس، برادران اردو، حرف من را گوش بکنید. ما به شما صحبت دارم. حربکی هایی که شما در اینجا قرار دارین، شما هم گوش بکنین که کاش اللهی کریم شما را هم توفیق بدهد. حال هم دروازه توبه، دروازه موجود است که از این ارتداد خود شما برگردین. ما پولوس اردو را برادر خود میدانیم، ولی تو را نی، ولی تو را نی. تو حربکی نزد الله و نزد این کتاب خدا با آن یهود و نصرانیان که خون محمد مصطفی را در احد ریزانده بودند و برای محمد مصطفی زهر را در خیبر داده بودند، با خدای سوگند میخورم که اگر فرق داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا، آیت قرآن است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولا یعلونکم خبالا. روز بیاید همه حقیقت ها افشا شود، لباس در بدن موت نباشد، جای دفاع و قدرت و پول و سرمایه نباشد، همه قدرت الله قهار باشد. پس آن را در نظر بگیر و فتوای این قرآن را قبول بکن برادری عزیز. الله کریم میگوید که ای کسانی که ایمان به خدا دارید، تو پولوس ایمان به خدا نداری، تو حربکی ایمان به خدا نداری، تو اردو ایمان به خدا نداری، تو ولوس و تو پولوسوال و قماندان امنیه و وزیر و وکیل و رئیس جمهور ایمان به خدا نداری؟ داری. وقتی که داری گوش بکن خدا چی میگه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان به خدا دارید، لا تتخذوا من دونکم اولیاء، غیر از مسلمان ها دشمنان اسلام را به خود
دوست نگیرید. اینها شما را فریب میدهد که وطن میسازیم، آرامی و امنیت را میاریم. لا یعلونکم خبالا ای لا یترکون ولا یقتصرون. هیچ نوع اقتصار و کوتاهی نمی کند در ضرر رساندن، در فاسد کردن عقیده مسلمان ها این یهودا و نصرانی. تا چه حدی که بتواند به مسلمان ها ضرر میرساند.